افتخاری روبرتی مقامات اجرایی حکم دولتی شهر باختر مسئولان کاخلاتی طول چند روز است که به افتخاری روز کنستیتوسیون کشورمان و اعلان نمودن سال رشد اتحاد سیاحی و هنرهای مردمی در این تالار زیبا آزمون محفل زیبای ظریفان میان مؤسسین مؤسسات تعلیمی شهر باختر جریان دارد. اینک امروز هنرنمایی در این آزمون زیبا خوانندگان لیسه دولتی رقم 1 شهر باختر دسته پیروان پیشوا را مهمانی داریم. استقبال میگیریم برای صمیمیتشان و من بسیار خواهش میکنم که بازیگر اون زحمتی که امروز مسئولان کشیدن برای این آزمون دسته پیروان پیشوا با توجه گوش کنیم تماشا کنیم. حالا میخواستم برای دسته پیروان پیشوا اعضای حکمان را آشنا سازم. رئیس کمیسیون سیدزاده آتاخان، دیرکتور تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی بانام عطا محمدجان شهر باختر دارنده افتخارنامه سرور معظم ملت، عثمان بلالی شاعر، سردار شعبه فیلم‌های هنری ریاست مؤسسه دولتی تاجیک فیلم در ولایت ختنان، رحمانزاده فضل‌الدین دیرکتور مکتب صنعت بچگانه شهر باختر علاجی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، معلم عزیز عبدالجبار و گلناره نماینده شعبه معارف شهر باختر. حالا میخواستم شرطهای آزمون را برای دسته پیروان پیشوا آشنا سازم. محفل زیبای ظریفان از 5 شرط عبارت است. شرط اول این سلامنامه است از 5 تا 7 دقیقه. شرط دوم این سنت هجوی است از 5 تا 10 دقیقه. شرط سوم باشد این تقلید است از 5 تا 10 دقیقه و شرط چهارم این رقص گروهی است. شرط نهایی محفل زیبای ظریفان این پیشنهاد فرهنگ لباس پوشی است. باقی عزیزان دل دوستداران محفل زیبای ظریفان، امروز همه ما و شما مهارت و ملکه کسبی دستاندرکاران لیسه دولتی رقم 1 شهر باختر را با هم می‌بینیم. برایشان قرصک‌های زیبا میزنیم. اینجا اشاره کردن که پیش از سلامنامه دسته پیروان پیشوا یک مکافات های ناچیزی آماده کردن. بسیار خواهش کردن که سپرده شود به اعضای حکمان با خرسک های خیلی زیبا. یادآور میشویم که دستاندرکاران مسئولان کاخلاتی شهر زیبایمان برای آنهایی که در این آزمون غالب می آیند مکافات های ارزشمندی که بالای صحنه است نصیبشان خواهد گشت و سامانه نوتاسیس لوحی تیوی نیز آن نوارهایی که حالا ثبت می شود می توانید از این شبکه تماشا سازید. حالا با خرسک های زیبا برای اجرای بخش اول سلامنامه دسته پیروان پیشوا را روی صحنه میخوانیم. استقبال بگیریم.
محفل ظریفان آمده ایم. محفل ظریفان چیست؟ محفل ظریفان؟ محفل ظریفان در آنجا مکتبچه‌ها سرود میخونن، رقص و بازی میکنن، صحنه‌چه، باز سلامنامه. سلامنامه. سلام علیکم. آدم خوب. چیکار کرده شده؟ شما یک دقیقه و ما سلامنامه پیشنهاد کنه. چی؟ یک دقیقه؟ یک دقیقه نباشه. سنتون را خوک میتراشه. یک دقیقه. کاپیتان وقت تمام. چی؟ وقت تمام؟ وقت تمام. وقت تمام باشد نه دختره سرود میخونم. سرود میخونم. اینها را با کشتیشون سوار کرده و دریای علم و معرفت گسل کنه. خوب شده. برای دسته پیروان پیشوا قرصک‌های خیلی زیبا. دسته پیروان پیشوا بانگاهی بارگاهی تمنا میکنیم. من بسیار خواهش میکردم که صداهای زیادتی هست، ثبت تلویزیونی است، احتراماً خواهش میگیریم که رعایت سازیم این آزمون را، طلبات‌هایشان را.
ستون ملتی بلند و جاودان بیمار طلوع سبز ما تویی همیشه به خزان بیمان تو ستون ملتی بلند و جاودان بیمار طلوع سبز ما تویی همیشه به خزان بیمان نشانی ما بقای جاودان ما 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 سبزی برفی بلند سروش ایزدیان سبزی برفی بلند سروش ایزدیان نشانی ما بقای جاودان ما 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 ستاره تو بود درخش وقتی مردمان نشانی ما بقای جاودان ما 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 بقای جاودان ما این طرف قرصک میزنند این طرف خاموش است تو از دیگر مؤسسه تعلیمی باشند با دستگیری زیبا برای دسته پیروانی پیشوا دوستان محفل ظریفان همون طوری هم میدونیم شرط اول این سلامنامه بود با شما شاید سلامنامه دسته پیروانی پیشوا بودیم بهای اعضای کمان 4